از کی یا از چی میترسید؟ خدا اگه همشه چی میگو که خدا چند تا کار هم میتونه زیاد کنه و خدا بیکاره نشوند. از چی از دوستایی که خیانت میکنه دیگر روز کنیه بابا میکنه. یعنی خیانتش بود در حیاتش بود. فراموش کردم. چی نگم گفتی که باید اصلا روز لطنی از نیست. تیز فراموش میکنم. بعد از خدای طالب از قانونهای عمل کننده جمهوری تاجیکستان میترسید. از خدا میترسم. از همه بندهایی که امروز سرور دولت باوری کرده است 100 یا 110,000 اهالی را در وابسته به من کرده است از اینا میترسم. که امروز در نزد سرور دولت جوابگو هستم برای سلامتی و برای خوردن و بردن شو تنی ساعت شو در پیش پرداخت. اهمیت تامین مردم داد. چی با مردم میترسیدن؟ مثلا بعضی رئیس نوحیه میگفتن که از خدا میترسن، از قانون میترسن. میبخشین خیلی زکوه ایجاد اهمیتی ملی اهمیتی مردم میروند. وقتی که اهمیت تامین مردم از هیچ ترس و هم ندارند. همه چی اوضاع در دولت می. از اون جمله در نوحیه ما مردم ایگون چی هم ترس و هم ندارند. هیچ کس از هیچ کس متهم هم نیست، محتاج هم نیست. چشم ترس هم نداره.